از استاد دکتر یسربی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول فرمودن و من ایشون رو از 52-53 از دانشگاه تبریز از دور یکی از دوستانم نشون دادن. از اون زمان من ارادت قلبی به ایشون دارم و آثار ایشون رو میخونم و آثار ایشون ماشاءالله یکی دو تا سه تا نیست و اینجا کتاب هایی هستن که واقعا برای افرادی که با عرفان و فلسفه و مولا مثنوی و مولانا سر و کار دارن تهیه اون واقعا واجبه و ایشون درباره شخصیت ویژگی های سلوک مولانا صحبت خواهند کرد و استفاده خواهند. گفت مجنون را یکی کارت چه شد، قوم و خویش و دار و دیارت چه شد. دیده بود قبلا آدم با خانواده و بالاخره صاحب نامی بودن. گفت اونها را گرفت از من جنون، دیوانگی از دستم برد، هیچی نماند. من 15 سال عرفان را نقد میکنم ولی عرفان را نقد نمی کنم. چرا؟ چون من چه حق دارم چون این ادعایی بکنم که یه مکتبی با این سابقه حقیقت ندارد. این در شأن هیچ کس نیست. همیشه عرفای ما از مشکلات عرفان حرف زدن. من در این کتابی که نوشتم حدود 600 صفحه از قم چاپ کرده به نام عرفان عملی، تلاش کردم برای اولین بار از مشکلات قبل از شروع صحبت کنم. در عرفان و سلوک شخصیت خیلی مهمه. در شریعت شخصیت مهمه ولی خیلی کم. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یا کتب علیکم الصیام، این نماز یا این روزه به شما واجب شده است. همه میتونن انجام بدن مگر تنبلی کنن یا ایمانشون درست نباشه، ولی چیز دشواری نیست. هر انسانی که بالغ است و سالم است میتونه. اگرم مریضی میگن آقا سر پا وانه‌ایست، یا اگر مریضی روزتو بخور بعدن بگیر. در شریعت ما مشکل نداریم، شریعت میتونه همگانی بشه، ولی عرفان را اگر جدی بگیریم نمیتونه همگانی بشه. اهل خودشو میخواد. اینا آدم‌های بخصوصی بودن. شمس آدم بخصوصی بود، مولوی آدم بخصوصی بود. به آدم سرشناس بگن آقا تو فقط یه تکه از لباس بذار کنار، بیا یه سنگک بخر ببر برای خانوادت، فکر میکنه اصلا آسمان به زمین میاد. در عرفان بنابر اینه که خودی و خودخواهی ها و خودبینی ها از آدم دور بشه. این کار هر کس نیست، کار هر کس نیست. شما در اسلام چیزی یاد میگیرید، اصول دین اینه، فروع دین اینه، ولی در عرفان هیچی نمیتونید یاد بگیرید، هیچ. و اصولا مشغول به یاد گرفتن بشید وقتتون رو تلف کردید. باید برید ریاضت بکشید، برنامه ببینید، تربیت بشید. نتیجه هم قانونی نیست. در شریعت حساب کتاب هست. یه مسئله میگن یه آقای ثواب گناهش برابر شد، به خدا گفتن اینه بالاخره بهشت بریم یا جهنم. گفت نمیشه قضاوت کرد، برید جستجو کنید بلکه 1 گرم یه طرف سنگین تر بشه. آمدن دیدن 1 تومن یه روز تو پیاده رو پیدا کرده، انداخت مثلا داده به فقیری، انداخته صندوق صدقات، به اون بهانه آوردن بهشت. حالا دنبالش یه شوخی هست که مناسب مجلس نیست، اما در عرفان ممکنه انسان تمام دار و ندارش بده به هیچی هم نرسه. این کار هر کس نیست. بگی من تمام دار و ندارم میدم هرچه باد آباد. تو بندگی و اطاعت به شرط مزد مکن. شرط مزد نداره.
به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. من اصلا به دنبال انعام نیستم، دوست دارم. در طبقه بندی باید عرفان را جزء هنرها شمرد. چجور هر کس شجریان نمیشه، هر کس پرویزی یا حقی نمیشه، شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست. هر کسی به قول اون عارف دیگر در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. آقا سیر بخور، سیر بخواب، حقه بازی، شارلاتانی، همه اینا باشه، بعد به حقیقت هم برسی. چنین چیزی در عالم عرفان ما نداریم. زمانه افسر رندی باز از حافظه نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. رند یعنی لات، یعنی بی اعتنا به همه چیز، یعنی گذشته از همه چیز، یعنی قید و بند تمام تعلقات بریدن. اینا از کارهای عادی این عالمه. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. کسی هم جلوی هیچ کس را نمیگیرن. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. با این نگاه در شخصیت سلوکی مولوی ویژگی های زیادی هست. اصولا کارهایی دارد بی سابقه. من یه نظر داشتم به تقلید از مرحوم طباطبایی و مطهری که قله عرفان با ابن عربی است. ابن عربی در اوج عرفان مکتوب ما قرار دارد، باطن را که خدا میداند. ولی بعد دیدم این ظلمی است در حق مولوی. واقعا مولوی عجیبه، دوچار دریوری نشده، نابه. دو بخش کار دارد، به هم نباید قاطی کرد. یک بخشش مثنویه، مثنوی تعلیمه. انسان تجاربی را پیدا میکنه، این تجارب مثل مستی، مثل ضربه مغزی شدن، هرچی بگید، از آدم میپرن، نمیمانن، به عقل و هوشش برمیگرده، با یه تعبیرات کنایه‌ای و مجازی از اون حالاتش سخن میگوید. مثنوی تعلیمی اینه، آگاهانه نشسته حرف زدن. ولی یه بازتاب‌هایی هست که در سلوک، در لحظه سلوک اتفاق میافتد. دیوان شمس 80% بازتاب‌های لحظه سلوکه. یعنی در اون حس بوده که این بیت را گفته، نه اینکه از اون حس خارج شده بعداً به مناسبت اون به مجاز و کنایه یه چیزی گفته است. ببستی چشم یعنی وقت خواب است. شما اینا را شاید الان دنیا زیاد قید و قیودات را توجه دارند. در روستا مردم کار میکردن، خسته میشدن، یه همسایه میامد شب نشینی میده، خودش کار نداره، کشاورزی نداره، حوصله داره، هی نشسته نمیره. این روستایی را خواب میگرفت. گاهی هم بعضیا با فضولی خودشونو به خواب میزدن. ببستی چشم یعنی وقت خوابه، بسه، نشستی پاشو بود تشریف ببر. نه خواب است، حریفان را جواب است. میگه من میفهمم این خواب نیست، ادا در میاری که ما را بلند کنی از اونجا. بعد میگه خب کار خودتو بکن، جفا میکن، جفایت عین لطف است، خطا میکن، خطای تو ثواب است. این یه داستان بعدی نیست، این حال تجربه است. من در اون عرفان عملی هرچی میگشتم از دیگران هم بیارم همش مولوی نشه، میدیدم در این تجربه ها از خیلی ها نداریم، اما مولوی را ورق بزنیم متعدد داریم. حالا شخصیت در رشد انسان در عالم سلوک خیلی مؤثره. یعنی ذره‌ای در شخصیت
حالتی باشه انسان ممکنه نبره ولی ظاهرسازی بکنه. در عرفان تحقق داریم، تقلید داریم. تحقق اون خودت برسی، تقلید اون ادای رسیدگان را در بیاری. عرفان پر از این اداهاست. بنابراین شخصیتی میخواهد که اینقدر صاف روشن که به هیچ وجه زیر بار ریا نرود، گرد خودخواهی را از خود بتکاند، بتواند دست از لذایذ دنیا تا حدودی بشوید و خود را در مسیر معشوق قرار بدهد. این یه شخصیت ویژه میخواد. آیه‌ای در قرآن هست که ما امانت را به کوه و زمین و فلان عرضه کردیم، جز انسان کسی نتونست برده. اون امانت تکلیفه، همین شریعت. کوه عقل نداره تا بهش بگن روزه بگیر یا نماز بخون. اما در عرفان اون امانت تحمل بار ناز معشوقه. معشوق عرفانی هر کلکی در کارش هست. بس کن آخر روستایی نیستم دیگه، من تجربه دارم، اینقدرم ساده دل نیستم که تو بگی نمیزنم منم باور کنم. آره راست میگی. تو که با خنجر گشایی بند عاشقان، متن دقیق یادم نیست، چون به من گویی که در بند جدایی نیستم. ولی میگه من یکی کو همز آهن میستم، فرار نمی کنم، من زهر بادی نلرزم، من هوایی نیستم. شخصیت میخواد بتونه اینا را طاقت بیاره. همونطوری که در مبارزات سیاسی آدم میخواد تحمل کنه بارهای سنگین زندان و نمیدونم کتک و این ور و اون ور را، این کار هر کس نیست. مثل جبهه ها کار هر کس نیست. کسی از دور تفنگ ببینه برمیگرده قایم میشه. در عرفان اینا معتقدند شخصیت باید از رگه محبوبیت برخوردار باشه. این خیلی دردناکه. در عرفان میگن معشوق یه درا میخواد یه درا نمیخواد، خیلی بده. 50% برای همه درسته. گفتم بود عاشق دختر شاه هم 50% هم حل شده، چون دو طرف داره. من 50% که هستم حالا بینمون، اون 50% دوم واقعا واویلاست. پس اولین قدم اینی که در نهاد آدم یه خمیرمایه ای از عنایت معشوق باشه، بگه این بیاد. این خیلی کارسازه. باز آمدم از سلطان با طبل و علم فرمان، مولویه سرمست و غزلگویان، اسرار ازلجویان. یعنی اجازه دارم سلطان سلاطینم، هم آنم و هم اینم، من خازن سلطانم، پرگوهرم و مرجان. این مهمه، از طرف او به باطن آدم غنا ببخشند. یعنی چجور؟ تمام هنرها اینجوری هست. این صدا را شجریان در خود نیافریده. این دادن بهش، تو عوام هم میگیم بهش دادن. همون دادن در عرفان هم خیلی مهمه. مطلب دوم اینی که روحیه خراباتی داشته باشه. دوستانی که می آمدیم یکی فرمود که پاییز هم برای خودش زیبایی داره. اصلا معروفه که میگم پاییز بهار عرفاست. خراباتی از لات هم یه ذره اون برتره. آدمی بود که در اون محلات بدنام میرفت، زندگیش به سر می آورد و فلان و غیره، هیچ و پوچ. و این تعبیر در عرفان با خرابات به کار میری که انسان دیگه خودش کلن مست و خراب، یعنی همه چیز را از دست بدهد. من دلق گرو کردم، اوریان خراباتم. یعنی اگر یه تیک کهنه
پارچه‌ایم لباسیم داشتم، اونو دادم به گرو و مستیم و افزودم. خوردم همه رخت خود، مهمان خراباتم. دیگه بعد از این چیزی ندارم بدم، باید به قول معروف مهمانم کنن، چیزی دادن میخورم دیگه، ولی از خودم دیگه چیزی ندارم. میگه چو چشم مست تو پیمود باده، دیگر من به هیچ روی نشد هوشیار بنشینم. عزیز ساقی بزم و شریک میکدم. اینقدر خودی احساس میکنه انگار یه دانگش اصلا مال اینه. عزیز ساقی بزم و شریک میکدم، مگر که شیخ بمیرد خمار بنشینم. ای مطرب زیبارو دستی بزن و برگو، تو آن مناجاتی من آن خراباتم. من جانم ولی جان خرابات. پس اولش احساس میکنه معشوق لطفی به او دارد، این در آثارش همه جا نمایانه. کم غزلی که شما بخوانید این از توانایی های خودش دم نزند. و دومیش اینی که باید خراباتی باشد. بعد یه جا میگه تو وقف خراباتی، خرجت می و دخلت می. در جای دیگرم یه غزل یادداشت کردم، باز همین میگه پدر بر خم خمرم وقف کرده است. مثلا پدر من از اول وقف کرده بر خم شراب، سبیلم کرد مادر بر خرابات. مادرم نذر کرده بود من سبیل کنی یه جا خدمت کنم، منو به خرابات سبیل کرد. و یکی از ویژگی هایش، یعنی ویژگی سومش، تحرکه. مولوی عارف پرتحرکیه. او رفها منزوی میشن، خاموش میشن، بی حرکت میشن، به قول معروف بی رمق میشن. ولی مولوی سراپا جوشه. در اون سماع که دهل میزدن، صدای دهل خیلی گوش خراشه، چه حالی پیدا میکرد. میرفت گوشش میچسبان زیر دهل، بعد با دستش اشاره میکرد محکم. از اینجا میگرفتن میدوید اونجا میرفت، اونجا میگرفتن کوچه میرفت، جلو دکان صلاح الدین زرکوب میرقصید. این تحرک از ویژگی های مولوی. ما در حافظ چون این تحرکی یا در خیلیاشان نمیبینیم. میگه ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نانپزی مستی فزاید. خاک من گندم بشه، اونجا گندم، بدن من خاک بشه، رو اون خاک گندم بکاری، هر کی بخوره مست میشه. خمیر و نانوا دیوانه گردند، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشته ام رقصان نماید. اگر دقت کنیم میبینیم اون خرپشته روی گورم میرقصه. من گورم میرقصه، سنگم میرقصه، خاکم میرقصه. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. این تحرک در تمام غزلهایش نمایانه. 60%، 70% غزلهایش با آهنگ رقص جور در میان. ببینید در این موسیقی ها چجور غزل های مولوی جا میفته. این روح پرتحرکه، یه جا نمیمان. در خانقاه یه جا نمی نشست، از خانقاه به کوچه میرفت، به این کوه به اون بیابان. یکی دیگر از ویژگی های سلوکی یا شخصیت سلوکی مولوی همت بلنده. همت خیلی مهمه. همت یعنی هدف را، برنامه را بلند گرفتن. من میخوام برم اون قله. این همت در مولوی
هست، قانع نیست. بیخود شده‌ام لکن بیخودتر از این خواهم. با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. میگه مثل چشم تو بخوام مست بشم، این یکی را قبول ندارم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، خرخرم را گرفت، گفت فلان فلان شد، چی میخوای از من؟ گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. من همین میخوام. تو یه روزی دست به خیر من بگذاری، من دیگه غیر از این چیزی نه، منم همین میخوام. در سیر سلوک هرچی جلوتر باشی همونقدر دوری. 100 کیلومتر بری جلو، از اولی 100 کیلومتر دورتر شدی. یه قطعی هست که میگه، شاید همش یادم نیاد بخونم، که بچه بوده دیگه، میاد ساده بوده، میدیده ماه از سر کوهی میاد بالا، میگه چه خوبه برم، این حس را منم در بچگی داشتم، بریم اونجا نزدیک ماه را دست بزنیم یا از نزدیک ببینیم یا بگیریم. اصلا فردا با 1000 زحمت خودم را به اون قله رساندم، دیدم ماه رو اون یکی قله است با همون فاصله نزدیک. رفتم به اون یکی قله، دیدم رو اون یکی قله است. عالم عرفان اینجوریه، هرچی بری دورتر میشی، هرچی بری. میان قله ها عمرم هدر شد، مدام اون ماه از من دورتر شد. اون قله اولی در نزدیکی روستان بود، خیلی هم نزدیک بود، ولی هی رفتم مدام از اون ماه از من دورتر شد. مولوی برونگراست. این عجیبه، اکثر عرفا درونگرا هستند، سر بر زانو میگذارند و به درون خود فرو میروند. مولوی با بیرون درگیره، همیشه برونگراست. انگار یه آدمی تمام درگیری هایش با عوامل بیرونیه، انگار یه مراجعیه که در اداره وارد شده بی سر و ته، هی میخوان بره اونجا امضا بگیر، اونجا امضا بگیر، اینجا درگیر میشه، اونجا گرایه میکنه. تمام حالات را تجسم میبخشه. این خیلی عجیبه، چون اون احوالات اصلا به تجسم بخشیدن نمی آیند، ولی مولوی همه اونا را تجسم میبخشه. گاهی آدم خودش احساس میکنه چیزی نمیتونه بگه، این همیشه میگه این سخن پایان ندارد و فلان، یعنی اون نمیتونم بگم، نشد، هی تعبیر آوردن، با آخر میگه خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا چی من دریوری چی من گفتم، نشد. همیشه آدم میماند. بعضیا در این ایلات قدیم رسم بود، یه جوانشان خدا به هیچ کی نصیب نکنه فوت میکرد، داد و قال میکردن، ولی مادر خواهر حس میکردن که این کجای قضیه را بیان کرد، درد خیلی از این بالاتره. شروع میکردن میرقصیدن و به مردم میگفتن چرا گریه میکنید، عروسی نیست مگر؟ این یعنی اون دیگه مطلب را عزاست، ولی عزا دیگه کلمه عزا مطلب را ادا نمی کنه. من به دنبال یه راه دیگری هستم که بتونم دردم را بگویم. اون شاعر که خیلی این نکته را با خوش‌ذوقی ادا کرده، روزی که تو رفتی خورشید نمرده، دریا و بیابان خدا دست نخورده، اشکم نشده سیل و مرا سیل نبرده. یعنی تو رفتی اصلا ککم نگزی، ولش، انگار که مستیم و سبویی نشکسته. این وارونه گفتن قضیه است. یعنی اینقدر حادثه سنگینه، نمیتونم بگم روزی که تو رفتی چه اتفاق افتاد، بگم پدرم در آمد، آخه اون مثل پدر در آمدنه، بگم اینگار از طبقه 7 افتادم، اون مثل اونه،
پس ناچارم بگم بابا بی خیال، هیچی نشد. یکی از ویژگی های دیگرش همدم خواهیم یکی از ویژگی هاشه. تنها نمیتونه باشه، برونگراست، در بیرون فعال همیشه. ببینید با یکی درگیر میشه، یکی دست به خرخره این میذاره. در اون عالم این چیزا نیست، ولی اون حسش میاره، حالات معنویشه، حالت مادی میبخشه. از اینا پره. با این نگاه شما به دیوانش نگاه کنید میبینید پره. یه حالتی هست عرفا مثلا ادعای قدرت مطلق میکنن، انالله میگن. مولوی این حالت ها رو هم حسی میکنه. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان بر کفم، تا گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. گر پاسبان گوید که هی، بر وی بپاشم جام می. دربان اگر دست آورد من دست دربان بشکنم. اگر اختیاری حافظ میگه فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، اگر به ما از اونجا سهمی ندن، غلمان ز روزه حور ز جنت به در کشیم. میریم غارت میکنیم، سهم خودمونو برمیداریم میاریم بیرون. اگر به در بهشت را باز نظر از دیوار میپریم، سهم خودمونو میگیریم میاریم. ولی این حالت ها یه شرمندگی میاره برای عارف. حافظ در آخر میگه پای از گریم خویش چرا بیشتر کشیم. مولوی هم میگه، باز حسی کرده قضیه را، مهمان خویشم خوانده ای، بر سفره هم بنشانده ای. گفتی بیا خونه ما نهار، سر سفره هم منو نشاندی. گوشم چرا گیری اگر من گوشه نام بشکنم. پس چرا سر به سرم میذاری؟ مهمان یعنی بخور دیگه. ولی تا دست دراز میکنم یه گوشه نان بشکنم، فوراً گوشم میگیری که نکن. گوشم چرا گیری اگر من گوشه نان میخورم. همدم خواهیش باعث شد تنها نماند. در عالمی که در حوزه شریعت بود شاید تنها بود، ولی از لحظه‌ای که وارد عوالم خاص خودش میشه همیشه با یکی هست و با دست یکی هست. شمس همدم اوست. در همدمی عرفانی همش یکی به اون یکی فیض نمیرساند، به دبستان دارن، اثر روی هم میگذارن. این با شمس چنین رابطه‌ای داشت. با حسام الدین چلبی مثنوی را می‌نویسه، با صلاح الدین زرکوب میرقصی تنها، در رو ببند هر چی دلت میخواد برقص، ولی نباید بری پیش صلاح الدین زرکوب. بیا تا چند کس، بیا ما چند کس با هم بسازیم، چو شادی کم شود با غم بسازیم. بیا تا با خدا خلوت گزینیم، چو عیسی با چنین مریم بسازیم. همش میگه بیا، تنها نمیخواد بره. تنها این در روحیش نیست. گر از فرزند آدم کس نماند، چه غم داریم با آدم بسازیم. دیگه یواش یواش به آخر میرسیم. این صفات ویژگی هاش زیاده، ولی آخرین چیزی که یادداشت کردم لطف و مهربانیه. این خیلی مردم گراست، مردم دوسته، حتی خدا را به مردم میفروشه. چوپان دری بری میگه، یه پیغمبر اولوالعزم وظیفه‌اش پس چیه؟ باید بیاد بگه آقا این دری بری ها چیه؟ چوپان عصبانی میشه، میگه آقا چرا راحتم نمیذاری؟ ما با خدا بزنیم به تو چاخ. و مولوی طرف چوپان را میگیره. وحی آمد سوی موسی، از خدا بنده ما را چرا کرده شد؟ تو برای وصل کردن آمدی، نه برای وصل کردن آمدی. انسان ها را دوست داره، کافر را دوست داره،
مومن را دوست داره، رسیده را دوست داره، واصل نارسیده را دوست داره، ولی از بیزار است از این تقلب ها و حقه‌بازی ها. این دو سه بیت را هم بخوانم، دو سه جمله آخر بگم تمام. هرگز ندانم راندن مستی که افتد بردرم، در خانه گر می باشدم پیشش نهم با وی خورم. یه مستی دیدم اونجا افتاده، ببینم اگر چیزی هست برای پذیرایی میبرم باش میخورم. مستی که شد مهمان من، جان من است و آن من، تاج من و سلطان من، تا برنشیند بر سرم. باز تشکر میکنم از لطفی که فرمودید، وقتتون رو گرفتم و با این راه نزدیک بالاخره آمدم به خدمتتون. امیدوارم همیشه موفق باشید. از اونجایی که کار من بالاخره فلسفه است و نگرش تحلیلی، سعی کنید از این عشق و علاقه ها حاصل های مکتوب بیاد. سخنرانی ها سرگرم میکنن ولی ماندگار نمیمانن. خودتون راه بیفتید، کار بکنید. خدا بیامرزه محمد تقی جعفری را. این یا آقای بود، نام نمیبرم، شاید بعضیا بشناسن. هر جا دعوتش میکردن میگفت برای اونم بلیط بفرستید و اون با هم میرفت. ایشون هم در صف اول درست روبروی آقای جعفری می نشست. آقای همیشه هم سرش تکان میداد، یعنی تحویل میگیرم. 30-40 سال اینجور زندگی کرد. اگر در اون 30-40 سال مطالعه میکرد، درس میخوند، شاید خودش خیلی قوی‌تر از جعفری میشد. فرصت هایتون را حساب شده خرج کنید. سرمایه ها را رو تحقیقات هزینه کنیم، کاری بماند. خدا بیامرزه کسانی را که زحمت کشیدن مثل زرینکو، دکتر زرینکو، اینا میمانند، 1000 سال دیگر هم میمانند، هزاران نفر استفاده میکنند. خدا سلامت کنه آقای موحد را که رو شمس این کار خوب را کرده. امیدوارم اینجور نباشیم. علاوه بر مؤسسات، اشخاص هم بیان بانی بشن، کمک کنن به اونایی که اهل تحقیقن و نیاز دارن. فردوسی این اثر بزرگ را به کمک 2 نفر انجام داد که بهش کمک کردن. بر این نامه از نامه‌داران شهر، علی دیلم و بودلف راست بهر. اونا کت خدای اونجا بودن، چی بودن؟ یه جزئی بهش ارفاق میکردن. عرضم به حضور محترمتون، از شفاهی منتقل کنید معارفمان را به کتبی. کتابخوانی را رواج بدید، کتاب بخوانید. امیدوارم همیشه موفق باشید. با یه غزل این جلسه را ختم میکنم و اون غزل در مرگ یک رند عجیب غریب همشهریمون مرحوم حسین منزوی در غزل معاصر صاحب سبک بود. یک بوسه که از باغ چینند به چند است. و بیت قشنگش هم اینه که عمریست که یک نامه به نامم ننوشتی. قدیم کاغذ سمرقند معروف بود، سمرقند کاغذ صادر میکرد. یه عمریست که یک نامه به نامم ننوشتی، کاغذ به سمرقند تو ای قند به چند است. خدا بیامرزه خیلی اهل ذوق بود، خیلی هم دوستش داشتم. از من گلایه کرده بود در قلعه و قلندر، اشعاری از او نقل کردم، امضا ندارد و نامش رو گفتم والا چون رومانه اینجور صلاح دیدن که انگار اینا همش زمزمه سهروردی، مال حافظ هم زیرش حافظ نوشته نشده، مال مولوی هم نوشته نشده، قبول کرد. من به مناسبت مرگش و اون غزلش یک چند بیت گفتم، اونو میخوانم. یک بوسه از آن نرگس خمار به چند است، از نکهت گیسوی تو یک تار به چند است. از نوش مگویید که در حسرت نیشیم، از گلشن معشوق مگر خار به چند است. از نام گذشتیم و به ننگی نرسیدیم، ای رند مگر ننگ به چند
آر به چند است از خرقه پریشانم و از زهد پشیمان. ای پیر مغان زندقه زنار، به چند است یک چوبه از این خاک به بالا نپریدیم. از شحنه بپرسید سردار، به چند است گفتن نتوانیم و نهفتن نتوانیم. یک نیم نگه فرصت دیدار، به چند است چون منزوی عمرم به یکی لبگزه دادم. در تعرفه لبخند تو ای یار، به چند است. با آرزوی شادی و خوشحالی و دلخوشی خانم‌ها و آقایان و مؤسسین این مؤسسه، ببخشید که سرتون را به درد آوردم. اینا تقسیم بندی کردن، انشالله مقاله چاپ میشه. اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسه. اون باید بکشه و همت. یعنی مولوی 68 سال زندگی کرد، حالا 25,000 26,000 مثنوی، 42,000 فلان مجالس و خیلی ها رو سوزونده هست. حسام الدین میگه به من گفت اون گرم خانه رو برا کن، گرم کردم، تنور رو آتش کردم و چند بند نیست، چند فلان کاغذ، الان بند میگم ولی اون بند نیست، اصطلاح دیگه، اونها رو آوردم. شعر گفت من نوشتم، شعر گفت یه مقدار که گفته شد به من گفت بخون. حسام الدین میگه من خوندم، بده من. گرفت انداخت تو تنور. دیدم بابا اینها از بین دارن میرن. یک هم پشتم قایم گفت حسام الدین نکن این کار، اینها از عالم غیب آمدن به عالم بی ریب میروند، ولش کن اینها. یعنی یک آدم و در بازار قونیه تقریبا مثل قم ماست. در قرن هفتم در بازار اونجا با صدای چکش صلاح الدین شاگردان صلاح الدین رقص کرد و این یک، یعنی جناب دکتر یثربی مطالب رو خیلی مثل خود آقای دکتر موحد، یعنی یه جوری میگن ایشون از شمس طوری حرف میزنه که من قبول میکنم که شمس هم خودش اونجوری میگفت و ایشون هم واقعا. یعنی انظروا بعدنا الی الاثار، شما کتاب های آقای دکتر رو حتما مطالعه، مخصوصا اون کتابی که اول خوندم، اصطلاحات فلسفی در ادب فارسی. ادب فارسی مرحوم اون نیست الان بازار نیست، چون بینا میگردن پیدا میشه. مرحوم دانا سرش یه مقاله داشت برای فهمیدن مثنوی چه چیزهایی لازم است. من این رو در یکی از شماره‌های نامه انجمن گذاشتم و یکی از عمده ترین اونها همون اصطلاحات فلسفی است.